مرجان. نام اصلی ایشون شهلا صافی الضمیره. فعالیت ایشون هم از این قراره: بازیگری در سینمای قبل از انقلاب، سپس خوانندگی در سبک پاپ و سپس فعالیت سیاسی. چند اثر برجسته از ایشون رو هم بخوایم نام ببریم اینها هستن: ترانه کویر دل، ای که به شب‌ها صبح زمین بی تو کمی بی شما فرصت نشد که اشتر سراغم شونه سود و کور بی تو. بازی‌های هم در فیلم‌های دهه 1340 تا 1350 داشتن که از این قبیله: دنیای پر امید که اولین حضور جدی ایشون در سینما هست، مردی در طوفان و کلی فیلم دیگه. بعد از انقلاب 1357 هم به دلیل محدودیت‌های حکومت جدید که علیه زنان خواننده داشت، فعالیت حرفه‌ای ایشون به شدت دچار مشکل میشه و چند سال زندانی سیاسی هم میشه. سپس هم به خارج از ایران مهاجرت میکنه و در لس آنجلس فعالیتش رو به صورت نماد مقاومت فرهنگی ادامه میده و در آخر هم ایشون در سال 1399 یا همون 2020 بر اثر سکته قلبی درگذشت.